اوی دفتر نقاشی لوکیشن فرستاد موتور آتیش کن. زود میری اذیت نمیتونه معطل کنه. قرصو بهش دادی؟ آره بابا گیج و بیجه. نگاه کن ببین اثر کرده یا نه. رفته دستشویی. بیام بالا. باشه ما اومدیم تو. بیا تو این لگنو تا کسی ندیده. 100 دفعه گفتم اینه که سنشون بالاست یهو جلوشون ظاهر نشید سکته میکنن. خیلی خب بابا حالا که سکته نکرد. چه خبره بابا صداتون داره میاد تو کوچه؟ برو تو صحبت کن برو. ول کنیم بابا اصل کارو ول کردین چرت و پرت میگین. چقدر جابجا کردی؟ 50 تومن دو تا علنگو گرفتم توی طلا فروشی کارت کشیدم. یه ربع کم از یه طلا فروشی دیگه گرفتم. نه بابا خوبم در میارینا. کم روزی 100 میلیون کاسبیم. 100 تومن که چیزی نیست بابا بیشتر از این هم میشه در بیاری. خودت دل به کار نمیدی. یه 500 تومن هم به کارت من بزنین امروز. چش عباس آقا چیز دیگه نمیخوای؟ بیا یکی دو تا کیس خوب و تو برو ببین چقدر در میاری. دیگه چی؟ من اگه از این ارزا داشتم حالا روزم از این بهتر بود. پلن بعدی کیه؟ میخوایم بریم سراغ پرتمیشه؟ داده شدی یا یکم صبر کن. مزه پول رفته زیر زبونت. حالا حواست باشه خودت اشتباهی از آب میوه نخوری خودتو خواب کنن. اسکل که نیستم حواسم هست. بعدم شما اگه غیرت داشتین منو نمیفرستادین تو دهن گرگا. ببین لیبل بی غیرتی به ما نزنا. تو که میدونی به خاطر پول داریم این کارو میکنیم. چون بدهی داریم. دو سه تا کیس دیگه مود اینا رو انجام میدیم دیگه تموم. فیلمای یارو گرفتی کجاست؟ هم رو گوشیمه هم رو فلش. این فلش رو یه جا قایم کن. یه نسخه از این فیلمم تو واتساپ برای یارو بفرست. ببینه چه غلطی کرده. یه وقت حواس شکایت به سرش نزنه. الان امروز خوش کار کنی.